تهیه کردن این حجت‌ها منفعت‌های رهبران رسانه‌های مستقل تاجیکستان از آن نگرانند که رسانه‌هایشان با صورت خیلی بلند نفوذ خود را از دست می‌دهند. این نکته در همایش بخشیده به 25 سالگی تأسیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بیان شد. امید باباخانوف مدیر گروه رسانه‌های آسیا پلوس گفت نظارت شدید مطبوعات مستقل از سوی دولت، محدود شدن آزادی بیان و مشکلی دسترسی به اطلاع، اینچنین عامل‌های دیگر سبب از دست دادن مخاطبان رسانه‌های آنها شده است. Это затрудняет доступ населения нашего населения к информации. این دسترسی مردم ما را به اطلاع محدود می‌کند. این اعتماد ساکنان را بر رسانه‌های تاجیک کاسته می‌گرداند. ما مخاطبان خود را از دست می‌دهیم. آنها می‌بینند که ما از مشکلات جامعه نمی‌گوییم، خوانندگان ما به منبع‌های بیرونه رو می‌آورند. برای حکومت این یک روند خطرزاست، زیرا حکومت سرچشمه‌های بیرونه را نظارت کرده نمی‌تواند. Потому что внешние ресурсы, иностранные ресурсы наши власти не могут контролировать. باباخانوف در ادامه سخنش گفت بهتر است که حکومت به جای فشار و محدودیت برعکس از رسانه‌های مستقل پشتیبانی کند. تاجیکستان در رده‌بندی جهانی آزادی بیان در 12 سال پیش در مقام 103 قرار داشت. حالا در این شاخص به جای 155 و به قطار کشورهای موردی نگرانی خاص افتاده است. در این همایش گفته شد که همزمان با رکود آزادی بیان، مشکل اقتصادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز سبب کاهش جسارت آنها شده است. دو سه صحیفه را پوری تبلیغ یک شعبه معارف یک ناحیه میکنن و بعد معلمای بیچاره رو مجبور میکنن که آنها رو رفته از شعبه معارف خرن. خبرنگاران نگرانند که نه تنها رهبران مقامات دولت برای آنها دستناراض شدند، حتی کارشناسان بخش‌های مختلف دیگر آماده نیستند که این آن موضوع را در رسانه‌های مستقل شرح دهند. در مقایسه با 2 سال قبل مشکل‌تر شده است نوشتن و گفتن بسیاری موضوع در ژورنالیستیکا و اون چیزی که مردم هم طلب میکنه از روزنامه‌نگاران هم اون چیز گفتن نمیشد، به سبب که هم گرفتن اطلاع مشکل شده است و هم خود مردم هم حاضر نمیشند که با رسانه‌ها و با روزنامه‌نگاران گفتگو کنند و نظرشون را بیان کنند. وضع آزادی بیان در تاجیکستان سالهای اخیر از سوی نهادهای بین المللی همواره انتقاد می شود. شماره رسانه‌های مستقل در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده، تعداد رسانه‌های چاپی بیش از 50% کاهش یافته، میزان محبوبیت آنها در میان مردم پایین رفته است.